ای خدایی که در سختی ها پناه بی پناهان هستی، پناهم باش. هنگامی که مسیر نامعلوم و پرپیچ و خم است، هدایتم کن. در لحظات سردرگمی راهنمایم باش. دشواری ها را برایم آسان کن و صبر زیبا به من عطا فرما تا از آنها به سلامت عبور کنم. پروردگارا، به من قدرتی بده که تشخیص دهم خیر از شر را و درست از نادرست را. قلبم را با نور امیدت روشن کن تا هرگز دلسردی و ناامیدی بر من غلبه نکند. الهی آمین یا رب العالمین.